حاج آقا پاشو بخواه فیلم برداری رو شروع کنیم. حاج آقا اه، چی شده؟ اعدامشون کنید، اعدامشون، همه رو اعدام کنید. حاج آقا خواب دیدید؟ بیدار شید، فیلم برداری الان شروع میشه. آماده اید؟ 3 2 1 حرکت. تو مرد شور تو ببرن با این رانندگی، مردم رو زیر بگیر، بزن بهشون. حاج آقا رو ضبطی با زیر بگیر. نه زیر نگیر. ببخشید یادم نبود فیلمه، فکر کردم واقعیه، یهو از حلقومم پرید. اشکال نداره، یه بار دیگه. 3 2 1 حرکت. حواست به مردم باشه، مردم رو زیر نگیر، یا اگه نمیتونی من خودم بیام بشینم پشت فرمون. دفعه دیگه اینطوری بکنی اصلا خودم میام میشینم پشت فرمون. کات عالی بود، عالی. جدی خوب بود؟ یعنی در حد اسکار بود؟ همون اسکار چیه؟ حاج آقا اسکار چیه؟ بالاتر از اسکار بود، یه چیزی تو بایه های مگاوات ها بودا. باشه دست درد نکنه، فقط سریع این فیلمو بذار تو مجاز فضایی، یه پروپکانی بکن. منظورتون اینه که تو فضای مجازی پروپاگاندا کنم؟ آره، یه چیزی تو همون مایه ها. اوه عجب شلوغ شد. بگاز برو، اینا که دارن شعار میدن. عجب غلطی کردیم اومدیم سفر استانی. بگاز برو، هر کیم اومد جلو زیر بگیر برو. دفعه بعد ببینم آروم داری میری خودتو با ماشین دار میزنم ها. آخ ای وای آنگوزمانم آی